خیلی زندگی هم ناز من پیش از اینجا اچونیکی هم که دیگه سلام تربیت. زیبا میرکالومова 4 ماه باز در این کارگاه دوزندگی کار میکند. او را ماه اوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنی با دوگانه‌هایش برای 2 سال به حبس در زندان دارای نظام سکونت محکوم کرد. میبایست وی در زندان به کارهای مجبوری اصلاحی جلب میشد، ولی با تلاش صاحب کارزنی که خود سابق زندانی بود توانست در آزادی جای کار پیدا کند. من اینجا اومدم اما نترسیدم کار بگفتم کار کشیم زندگاش ناقص مناسبتاشون ناقص زیبا هر ماه حدود 500 سومانی دستمزد میگیرد و 20% آن را به خزینه دولت میسپارد. همکارانش ماهانه تا 1500 سومانی معاش میگیرند. در کارگاهی که برای زنان زندانی شده و تنها 2 سال قبل با 10,000 سومانی قرض به بازگشت دولت تأسیس یافت، حالا 20 زن از جمله 4 زن شرطاً محبوس شده یا در نظام سکونت در منزل کار میکنند. اتمیه عظیمова سابق محبوس این کارگاه خود را اول در منزل خود برای چند زن به راه مانده بود. بعد تقریباً 1 سال آن را از اتاق تنگ به این بینای فراخ کوچ داد. کارگرهایش هم 1 برابر زیاد شدند. همین ارزوهمو خداوند رسول مویا همین سال 2017 و 2008 سرشریش به مثلا مو وزیر از بیمارخانه ولایتی از ریاست اگنتی ولایتی سوخت قسم حربی زکات کردن یعنی کورپاها پلیس برای سونی برای پای پیچ پایتووا برای سالداتو این برای ما رسوی هم یک چیزی وای بود هم مهنتش آسان‌تر برای ما قلای‌تر بود. ظاهراً این یک کارگاه مقرره دوزندگی است، ولی در اینجا زنان و دخترانی از محبس آزاد شده و زمان اجرای جزای شرطی حبس و در نظام سکونت به خود جای کار و محیط گرم و آزادانه پیدا کردند. مؤسسه اجرایی کردی ای از اونجا هم زنهای ما با میکنیم ما همکاری داریم ما از اونها میپرسیم که همین زنهای ما و همین جا میمونید و هم میگن که هم معلومات نامه دیدم که اینها اینجا کار میبرن ما معلومات نامه میدیم و اینها اینجا کار میکنن خونه‌شون میرن لیکن هر هفته 1 بار هفته اونجا از قید گذشته امضا مونده میبیان در محبس. با این زنان و دختران مشرف نسا نعمتова دوزندگی می آموزد. این زن 69 ساله را در دایره های دوزندگی همچون زردوز کسبی می شناسند. این زن هم برای قتل 1 جوان به 26 سال محکوم به زندان شده بود. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظام سکونت گذراندند. آنهایی که داغ سودی دارند برایشان پیدا کردن جای کار مشکل است. آنها میگویند مناسبت جامعه با چنین زنها یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول آنها به کار روی میتابند. از خودش از یک طرف آنها از حیات شکستگی از دویم طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک حساب خودشون یافتن چقدر عذاب میشه چقدر مشکلی ها میشه. اتمیه عظیمова میگوید برای آنکه به محصولات آنها توجه شود خیلی تلاش کردند و این کوشش های آنها نتیجه دلخواه داده است. میگویند که مثل آنچه که همه چیز میخوایم همه چی نمیشه. نو по-моему انیمو با فکری من 80%ش عملی شد. ارزوهایی که ما میکردیم یک چیز هست که ارزو کردن این زندگانی است و ارزو رسیدن این قهرمانی است.